یک شخص نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شد، عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میخواهم غنی یعنی مالدار شوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: قناعت اختیار کن غنی میشوی. عرض کرد: میخواهم عالم شوم. فرمود: تقوا اختیار کن عالم میشوی. عرض کرد: میخواهم آبرومند باشم. فرمود: از مخلوق طلب مکن، یعنی هر حاجتی که داری فقط از الله طلب کن، آبرومند میشوی. عرض کرد: میخواهم انسان خوب باشم. فرمود: بر بنده های الله نفع برسان. عرض کرد: میخواهم عادل باشم. فرمود: چیزی را برای خودت دوست می‌داری برای دیگران هم دوست بدار. عرض کرد: میخواهم طاقتور باشم. فرمود: بر الله جل جلاله توکل کن. عرض کرد: میخواهم در نزد الله درجه خاص داشته باشم. فرمود: بسیار ذکر کن. عرض کرد: میخواهم رزقم بسیار شود. فرمود: همیشه با وضو باش. عرض کرد: میخواهم دعاهای من قبول شوند. فرمود: حرام نخور. عرض کرد: میخواهم ایمانم کامل باشد. فرمود: اخلاق خوب پیدا کن. عرض کرد: میخواهم روز قیامت در حال با الله ملاقات کنم که از گناهانم پاک باشم. فرمود: بعد از جنابت فوراً غسل کن. عرض کرد: میخواهم گناهانم بخشیده شوند. فرمود: بسیار استغفار کن. عرض کرد: میخواهم روز قیامت با نور باشم. فرمود: به کسی ظلم نکن. عرض کرد: میخواهم که الله متعال بر من رحم کند. فرمود: بر بنده های الله رحم کن. عرض کرد: میخواهم الله گناهانم را پرده پوشی کند. فرمود: گناهان مردم را پرده پوشی کن. عرض کرد: میخواهم که نزد الله و رسول صلی الله علیه و سلم محبوب باشم. فرمود: هر آنچه که برای الله و رسول محبوبند آن را برای خودت محبوب قرار بده. عرض کرد: میخواهم از رسوایی دور باشم. فرمود: از زنا دوری کن. عرض کرد: میخواهم بنده فرمانبردار الله باشم. فرمود: فرائض را ادا کن. عرض کرد: میخواهم احسان کنم. فرمود: الله را طور عبادت کن مثل که تو او را میبینی یا اینکه او تو را میبیند. عرض کرد: چی چیز گناهانم را از بین میبرد؟ فرمود: اشک چشم، عاجزی و بیماری. عرض کرد: چی چیز آتش دوزخ را سرد میکند؟ فرمود: بر مصیبت‌های دنیا صبر کردن. عرض کرد: قهر الله را چی چیز سرد میکند؟ فرمود: صله رحم و صدقه پنهانی. عرض کرد: بدترین کار چیست؟ فرمود: بد اخلاقی و بخیلی کردن. عرض کرد: از همه کار خوب چیست؟ فرمود: اخلاق خوب، خاکساری و صبر. عرض کرد: از غضب الله می ترسم. فرمود: با مردم غضب نکن. برادران عزیز، این نوار را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.